ادامه بخش چهره‌های ماندگار. اسماعیل سامانی. اسماعیل سامانی ابرمرد خرد و سیاست. اصطلاح عرب و گسترش دین اسلام بنیاد جامعه سنتی و اصالت تمدن آریایی را در سرزمین نیاگان تاجیکان کاملا شکسته نتوانست، چنانه که این جریان در مورد زوالیابی تمدن‌های پیشرفته مصر قدیم و بابل صورت گرفت. ولی با وجود این حاکمیت اجنبیانی که دارای سطح پایین‌تری تمدن بودند برقرار شد. زبان عربی زبان رسمی دولتی اعلان گردید و آیین و اعتقاد محلی تحت فشار اجنبیان قرار گرفت. در چنین شرایط مبارزه طولانی فرزندان آگاه و وطنپرست ماوراءالنهر و خراسان آغاز شد و اوج گرفت. این مبارزه شکل‌های گوناگون داشت: پیکار مسلحانه، تلاش با دانش و تجربه، مراسا و مدارا، وسیله‌های دیگر سیاسی و دیپلماتی. حرکت وسیع مردمی با سروری فرزند بزرگ خلق ابو مسلم خراسانی نمونه برجسته این مبارزه و آغاز احیای استقلال سیاسی و ملی خلق تاجیک به شمار می رود. در این روند خاندان‌های فدایی ملی بخصوص برمکیان نقشی مهم گذاشتند و البته برای رهایی و تابعیت بیگانگان آشوب‌های خلقی بر ضد عرب‌ها مخصوصاً شورش مقنع اهمیت بزرگ داشتند. بر اثر این مبارزه‌ها موقع نیروهای ملی مستحکم گردید، اقتدار و نفوذ اشراف محلی افزود، غایه استقلال خواهی در بین طبقه‌های وسیع مردم ریشه دواند. مهمتر از همه در نتیجه این مبارزه طولانی روند تشکل خلق تاجیک سرعت تازه پیدا کرد و زمینه احیای دولت ملی فراهم آمد. در تشکل خلق تاجیک همچنین عامل‌های گوناگون تاریخی، تحکیم مناسبت‌های اجتماعی، رشد کشاورزی و ساختارهای دیگر استحصالی، انکشاف رابطه‌های اقتصادی و تجارتی و فرهنگی منطقه‌های ماوراءالنهر و خراسان نقش مهم گذاشتند. در این امر فعالیت مرکزگرای دولت‌های کوشانیان، هیتالیان و بخصوص ساسانیان اهمیت خاص تاریخی داشتند. یکی از عامل‌های اساسی تشکل خلق تاجیک پیدایش زبان تاجیکی است که با نام‌های زبان دری و فارسی نیز معمول است. تشکل زبان تاجیکی همچون یکی از قدیمترین زبان‌های زنده جهان خیلی طولانی و مرکب بوده است. امروز مسلم است که گهواره زبان تاجیکی ماوراءالنهر و خراسان و ایجادگران آن ساکنان این مرزبوم یعنی نیاگان تاجیکان بودند. زبان تاجیکی از این سرزمین به غرب و شمال ایران امروزه بعداً به مشرق و مغرب پهن گردید. نمونه های اولین یادگاری های خطی این زبان به عصر 8 تعلق دارند. تشکل و پهنشوی با سرعت زبان تاجیکی در عصرهای 19 نه فقط به انکشاف من بعده خلق تاجیک مساعدت نمود، بلکه اعتبار این زبان گواهنامه هویت ملی تاجیکان گردید. در منطقه هایی که این زبان با وجود آمد و به کمال رسید، نام تاجیک نیز مقام یافت و استوار شد. عامل دیگری تشکل خلق تاجیک تأسیس و تحکیم همه‌جانبه دولتداری ملی می باشد. آغاز احیای وحدت سیاسی سرزمین تاجیکان ماوراءالنهر و خراسان به دوره دولتداری طاهریان و صفاریان راست می آید. در مجموع طاهریان و صفاریان آغازگر احیای دولتداری ملی بودند، اما آنها نتوانستند تمام سرزمین تاجیک را در قلمرو یک دولت کاملا مستقل نیرومند متحد سازند و تشکل خلق تاجیک را تأمین نمایند. این رسالت بزرگ تاریخی را تنها سامانیان انجام داده توانستند.